خب آماده‌اید برای یک سفر هیجان انگیز به دل تاریخ؟ میخوایم با هم بریم سراغ یه داستان واقعاً جالب. داستان 110 سالی که سرنوشت یکی از غول‌های تاریخ، یعنی امپراتوری روم رو برای همیشه عوض کرد و اون رو به دو تیکه جدا از هم تقسیم کرد. بذارید بحث رو با یه معمای جالب شروع کنیم. ببینید، به ما همیشه گفتن امپراتوری روم تو قرن 5 میلادی سقوط کرد. درسته؟ خب پس چطور میشه که قرنها بعد هم تو قرآن به رومیان اشاره شده و هم ما شاعری مثل مولوی رو به اسم مولانای رومی میشناسیم؟ یه جای کار اینجا نمیخونه، نه؟ خب، جواب این معما اینه که داستان خیلی پیچیده تر از یک کلمه ساده مثل سقوطه. واقعیت اینه که روم هیچ وقت یهویی ناپدید نشد. فقط شکلش عوض شد. در واقع وقتی نیمه غربیش داشت از هم میپاشید، نیمه شرقیش نه تنها زنده موند، بلکه برای 1000 سال دیگه هم حسابی شکوفا شد و تبدیل شد به همون چیزی که ما امروز بهش میگیم امپراتوری بیزانس. خب، حالا سوال اینه که اصلا چی شد که این امپراتوری به اینجا رسید و این شکاف به وجود اومد؟ برای اینکه جواب این سوال رو پیدا کنیم، باید برگردیم عقب، به زمانی که اولین جرقه‌های این بحران بزرگ زده شد و پایه‌های امپراتوری به لرزه در اومد. فقط یه لحظه چشماتون رو ببندید و یه هرج و مرج مطلق رو تصور کنید. ما الان تو قرن 3 میلادی هستیم و امپراتوری روم رسما تو بحرانه. فکرشو بکنید، فقط توی بازه 50 ساله بیش از 26 نفر ادعای امپراتوری کردن. یعنی عملاً کشور یه روز آروم به خودش نمیدید. و این آشوب فقط سیاسی هم نبودا. امپراتوری داشت از هر طرف له میشد. از تو جنگ‌های داخلی تموم نشدنی و شورش‌های محلی. از بیرون هم قبایل ژرمن از شمال فشار می‌آوردن و امپراتوری قدرتمند ایران هم همیشه مثل یه تهدید جدی تو شرق وجود داشت. خیلی زود یه نتیجه واضح برای همه روشن شد. روم دیگه اونقدر بزرگ شده بود که یه نفر به تنهایی از پس مدیریتش بر نمی اومد. اما خب همیشه تو دل بحران هاست که آدم‌های بزرگ ظهور می‌کنن. اینجا هم 3 امپراتور روی کار اومدن که نگاهشون به آینده بود. تصمیمایی که این 3 نفر توی بازه زمانی 110 ساله گرفتن، سرنوشت روم رو برای همیشه عوض کرد و اون رو تو مسیری انداخت که دیگه هیچ برگشتی نداشت. مسیر 2 تکه شدن. خب، نفر اول دیوکلسیان بود. یه آدم کاملاً عملگرا. دیوکلسیان به این امپراتوری در حال فروپاشی نگاه کرد و مشکل رو خیلی واضح دید. گفت آقا این امپراتوری خیلی بزرگه و برخلاف بقیه تصمیم گرفت کاری براش بکنه. راه حلش هم واقعاً هوشمندانه بود. تترارکی یا به زبون ساده‌تر حکومت 4 نفره. اومد امپراتوری رو از نظر مدیریتی به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم کرد. بعد برای هر بخش یه تیم 2 نفره گذاشت. یه امپراتور ارشد و یه امپراتور جوان‌تر که دستیارش باشه. این اولین باری بود که تقسیم شرق و غرب رسما روی کاغذ اومد. بعد از دیوکلتیان نوبت رسید به یه شخصیت کاملا متفاوت، کنستانتین آدمی نبود که فقط بخواد اوضاع رو مدیریت کنه. اون میخواست کل بازی رو عوض کنه و با تصمیماتی که گرفت واقعا هم مسیر تاریخ رو تغییر داد. کنستانتین عملاً 2 انقلاب بزرگ به پا کرد. اول انقلاب دینی، مسیحیت رو به عنوان دین خودش پذیرفت و اون رو از یه دین زیرزمینی و ممنوعه تبدیل کرد به یه دین قانونی و رسمی. و دوم یه انقلاب ژئوپلیتیکی، یه تصمیم فوق‌العاده جسورانه گرفت و گفت میخوام یه پایتخت کاملاً جدید بسازم، اونم تو شرق، خیلی دور از روم. حالا شاید بپرسید چرا شرق؟ چرا پایتخت رو به اونجا برد؟ جواب خیلی ساده است. پول و موقعیت استراتژیک. ببینید، شرق موتور اقتصادی امپراتوری بود. ثروتمندتر بود، شهرهای بزرگتر و پررونق‌تری داشت و از همه مهمتر برای تجارت و دفاع در برابر دشمنهای اصلیشون مثل امپراتوری ایران جای خیلی بهتری بود. خلاصه قسطنطینیه یه مکان بی‌نقص بود. و در نهایت میرسیم به نفر 3، تئودوزیوس اول. اسم تئودوزیوس به یه دلیل خیلی مهم تو تاریخ ثبت شده. اون آخرین امپراتوری بود که بر یک روم واحد و یک پارچه حکومت کرد. بعد از اون دیگه هیچ وقت روم مثل قبل نشد. سال 395 میلادی. این تاریخ رو یادتون باشه. تو این سال تئودوسیوس که در بستر مرگ بود، تو وصیت‌نامه‌اش یه کار بی سابقه کرد. امپراتوری رو
رسما بین 2 تا پسرش تقسیم کرد. این دیگه یه تقسیم اداری موقت نبود، این یه جدایی دائمی بود. دیگه راه برگشتی وجود نداشت و دوران روم یکپارچه برای همیشه تموم شد. خب حالا که امپراتوری رسما 2 تیکه شد، چه اتفاقی افتاد؟ بیایید اول بریم سراغ غرب و ببینیم سرنوشت امپراتوری روم غربی چی شد. راستش غرب بخش ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر ماجرا بود. اقتصادش بیشتر کشاورزی بود، مرزاش در برابر حمله‌های بیوقفه قبایل ژرمن کاملاً بی‌دفاع بود و کلاً منابع کمتری داشت. برای همین فروپاشیش تقریباً حتمی بود. طولی نکشید، کمتر از 100 سال بعد دیگه چیزی به اسم امپراتوری روم غربی وجود خارجی نداشت. اما دقیقاً همزمان که غرب داشت فرو می‌ریخت، داستان شرق زمین تا آسمون فرق می‌کرد. اونجا داستان بقا، قدرت و شکوه بود. امپراتوری روم شرقی که ما بیشتر به اسم بیزانس میشناسیمش، نه تنها زنده موند بلکه حسابی هم رشد کرد. با شهرهای ثروتمند، تجارت پررونق و یه پایتخت نفوذناپذیر مثل قسطنطنیه تونست برای 1000 سال دیگه هم یکی از قدرت‌های اصلی جهان باقی بمونه. 1000 سال، واقعاً شگفت‌انگیزه. موضوع مهم اینه که این جدایی فقط روی نقشه و تو دنیای سیاست نبود. با گذشت زمان این شکاف عمیق و عمیق‌تر شد و 2 تا دنیای کاملاً متفاوت به وجود آورد، با فرهنگ‌های جدا، زبان‌های جدا و حتی مذهب‌های جدا. میراثی که رد پاش هنوزم که هنوزه تو دنیای ما دیده میشه. اینجا میتونید این 2 تا دنیا رو کنار هم ببینید. یه طرف غرب لاتین زبانه که فرهنگش ترکیبی از سنتای رومی و ژرمنی شده و قدرت دینیش دست پاپ تو رومه. طرف دیگه شرق یونانی زبانه که بیشتر تحت تاثیر فرهنگ شرقی و ایرانیه و کلیساش ساختار غیر متمرکزتری داره. این تفاوت‌ها حتی تو معماری و ساختمون‌هاشون هم خودش رو نشون میداد. این تفاوت‌های فرهنگی خودش رو تو مذهب هم خیلی قوی نشون داد. کلیسای کاتولیک تو غرب خیلی روی قانون، ساختار و قدرت پاپ تاکید داشت. اما کلیسای ارتدوکس تو شرق بیشتر غرق فلسفه و بحث‌های الهیاتی بود. همین اختلاف نگاه‌ها انقدر زیاد شد که بالاخره تو سال 1054 میلادی به انشقاق بزرگ یا همون جدایی کامل کلیسای کاتولیک و ارتدوکس منجر شد. خب بیایید یه نگاه سریع به کل این مسیر بندازیم. همه چیز از یه تقسیم ساده اداری توسط دیوکلیتیان شروع شد. بعد کنستانتین پایتخت جدید رو ساخت و مرکز ثقل امپراتوری رو عوض کرد. بعد تئودوسیوس این جدایی رو دائمی کرد. بعد غرب سقوط کرد و در نهایت حتی کلیساها هم از هم جدا شدن. می‌بینید یه زنجیره از اتفاقات که یکی بعد از دیگری جهان ما رو به شکل امروزیش درآورد. اما یه نکته خیلی جالب و شاید متناقض هم این وسط وجود داره. همین سقوط غرب با همه آشوب و ویرانیش یه چیز جدید و ارزشمند رو هم با خودش آورد. قبایل ژرمانی که غرب رو گرفتن یه سنت‌هایی مثل حکومت شورایی و تصمیمگیری جمعی داشتن. این ایده برای شرق که یه حکومت کاملاً متمرکز و خودکامه داشت خیلی عجیب بود. اما همین ایده بعدها یکی از پایه‌های اصلی شکل‌گیری نظام‌های سیاسی تو اروپای غربی شد. خب، با همه اینها برگردیم به سوال اولمون. آیا واقعاً میشه گفت امپراتوری روم سقوط کرد؟ یا شاید بهتره بگیم که هیچ وقت واقعاً نمرد، بلکه فقط متحول شد و 2 تا دنیای کاملاً جدید رو به وجود آورد؟ 2 دنیایی که میراثشون چه خوب و چه بد، هنوزم که هنوزه داره دنیای ما رو شکل میده. این سوالیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن داره. اینطور نیست؟